بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. لا اقسم بیوم القیامه، به روز قیامت سوگند میخورم. ولا اقسم بالنفس اللوامه، و به نفس ملامتگر سوگند میخورم. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه، آیا انسان میپندارد که پس از مرگ هرگز استخوانهایش را جمع نخواهیم کرد؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، آری، ما قادریم که حتی خطوط سر انگشتانش را یکسان و مرتب کنیم. بل يريد الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه، بلکه انسان میخواهد که آزادانه و بدون ترس از آخرت در گناه و بدکاری مداومت کند. از این رو میپرسد روز قیامت کی خواهد بود؟ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، پس هنگامی که چشم خیره شود و ماه تیره و بینور گردد و خورشید و ماه یک جا جمع شوند، يقول الانسان يومئذ أين المفر، آن روز انسان میگوید راه گریز کجاست؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، هرگز هیچ گریزگاهی نیست. آن روز قرارگاه نهایی به سوی پروردگار توست. ينبأ الانسان يومئذ بما قدم وأخر، و در آن روز انسان را از تمام کارهایی که از پیش یا پس فرستاده آگاه می کنند. بل الانسان على نفسه بصیره، بلکه انسان به خوبی بر خویشتن آگاه است. ولو القى معاذیره، اگرچه در دفاع از خود عذرهایش را در میان آورد. لا تحرك به لسانك لتعجل به، ای پیامبر، هنگام نزول قرآن زبانت را برای تکرار و خواندن آن شتاب زده حرکت مده. إن علينا جمعه وقرآنه، مسلماً جمع آوری و خواندن آن بر عهده ماست. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، پس هرگاه توسط جبرائیل آن را بر تو خواندیم از خواندن او پیروی کن. ثم إن علينا بيانه، سپس بیان کردنش بر عهده ماست. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، هرگز چنین نیست که شما مشرکان میپندارید، بلکه شما دنیای زودگذر را دوست دارید و آخرت را رها میکنید. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، آن روز چهره‌هایی تازه و شاداب است، به سوی پروردگارش مینگرد. ووجوه يومئذ باسرة، و در آن روز چهره‌هایی عبوس و درهم کشیده است. تظن أن يفعل بها فاقرة، یقین دارد که آسیبی کمر شکن به او میرسد. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، آری، چون جان به گلوگاهش برسد و گفته شود چه کسی است که افسون بخواند و او را نجات دهد. وظن أنه الفراق، و یقین کند که زمان جدایی از دنیاست. والتفت الساق بالساق، و کار بالا گیرد و ساقهای پایش از سختی جان دادن به هم بپیچد. إلى ربك يومئذ المساق، در آن روز مسیر همه به سوی پروردگارت خواهد بود. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، پس منکر معاد نه تصدیق کرده و نه نماز گزارده است،
بلکه قرآن را تکذیب کرد و از ایمان روی گرداند. ثم ذهب إلى أهله يتمطى سپس خرامان به سوی خانواده‌اش بازگشت. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى وای بر تو، پس وای بر تو، باز هم وای بر تو، پس وای بر تو. أيحسب الإنسان أن يترك سدى آیا انسان گمان می کند که بی هدف و بدون حساب و جزا به خود رها می شود؟ ألم يك نطفة من مني يمنى آیا او نطفه ای از منی نبود که در رحم ریخته می شود؟ ثم كان علقة فخلق فسوى آنگاه به صورت خون بسته در آمد و الله او را آفرید و درست و استوار ساخت. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى سپس از او دو زوج نر و ماده پدید آورد. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى آیا چنین آفریدگاری قادر نیست که مردگان را دوباره زنده کند؟